این مسئله چرا آدمون نمیخواهند تبابت کردن، مثلا تبابت کشاله میدوزن، اولی وقت شوه، اولی یگان روز بینم مثلا زنگ میزنن میگن خیر آدرس کجا، تلفن میپرسن و میگن خیر یگان روز میام، میگم که ماینه را سپارش بده که مشخص فلان روز فلان ساعت من میرم، ماینه همینه به نظر میگیره. وقتی که ماینه رو یگان روز میگن، ماینه کارای مهمش بسیار کو. اینجا کار رفتن در کار، اینجا خبر گرفتن در کار، اینجا خیلی گرفتن در کار. اینکه ماینه با این خیلی چیزا رو قفا میپرتاید. هنوز بسیاری همین آدما در چنین حالت نفهمیدن که سلامتی یک ماینه. انا کی به قدرش میرسه؟ همونه که ای دستش میده. ولی بعضی ای دست دادستن نمیفهمن که همین کلمینیت همین کسان آخری همین کسان یا بانیس است یا که یکم خدا نشاناته یکم مشکلی دیگر. بعد در بیمارخانه که زد اونجا خواهی نخواهی صرف بسیار میکنن. اونجا مجبورند که داروهاش بخورن، مجبورند خیلی چند بیمارخانه یاردن کنن، یکی به هر حال بسیار داروها رو مردم خودشون میخرن. یا اینکه بلکه نشد میگیرن باز مبلغ جمع میکنن، هندوستان میرون یا که اون دولت دیگر تبابت نشد که همون سر وقت بیاید، چون که سر وقت تبابت کردن هم آسانه هم ارزانه، هم امکاناتی عاقبت یعنی که نتیجه دهی یعنی همین بگم که تبابته. یعنی همین حساب متاسفانه ما میفهمیم که دو تا مسئله پیشی راه دمیسته، یکی مسئله مالی یعنی که مبلغ معین صرف کردن در تبابت، یکی مسئله های کاری یعنی که در کار هستن، هر روز کاری هستن، امکانات ندارن. مثلا حاضر ما نقل میدانیم که همین مسئله مالی خیلی میگوید که خیلی مشکلاتی هست در مسئله مالی، چون که تحلیل ها رو گذاشتن در کار، از معاینه های تکنیکی گذاشتن در کار آدم چه یکیست چه یکیست، اگر لازم شد ملتی و کتی وزید خیلی ضرورت میشه. لیکن در همین تبابت ما این چیزها لازم نیستن عموما، لیکن ما ضرورت دیدیم روان میکنیم. یعنی که دیدیم که در حقیقت برای که مثلا معین کردن انیق و دقیق هم بیماری را تصدیق گپای و تشخیص خودمون ما روان میکنیم بعضا. این هم برای آرامی مردم است، چون که مردم وقتی پیش دکتر میبرد یا آنالیز نشون میده یا اینکه یگان تحلیل یگان معاینه دیگر نشون میده که من خیلی گفتن، یعنی دکتر آخرای وقت همین اندیشرانی دکتریشه، تفکر کلینیکیشه گم کرده است و جای دکتر تکنیک گپ زده است. همه معاینه های تکنیکی اینا چیزایی هستن که دکتر را یاردن میکنن در ماندن تشخیص. انا همون که چنین دکتری که امروز متاسفانه کم هستن و برای همین مردم بعضی حالات که اعتراض میکنن نسبت طبیبا که این خیلی میکنن دو خیلی میکنن ندیده دارو نوشته که روان میکنن این ها معاینه ها. سببش همینه که امروز متاسفانه نه تنها در تاریخ اون در عالم دنیا تکنیک یعنی روبوتیزاسیون مدیسین رفته ایستاده است و ما باید انا همینه از دست ندهیم. همون تفکر دکتری که است که اندیشه خاص داره دکتر که میاد و کسا و تشخیص میمونه و باید در معینه خود یک لایحه تبابت میکشه باید گم نکنیم. البته این چیزا هستن که ما درک کنیم بفهمیم که زمانه هم خیلی هست، ولی زمانه اگر هزارها قدرت همین ذهن سونی اسکوستون انتلیک بخواد چقدر جای دکتر را گرفتن نمیتونه و فقط اطلاعات حساب الگوریتم میتونه این یا اون نقطه نظرش رو بعضی حالات عموما بعضی چیزها رو جابجا کنه که حساب باز الگوریتم یعنی چیست؟ یعنی که ما میدونیم یک دو این یک اپراسیون یک قدمی مثلا حساب متماتیکی انا همه دو چهار همه خیلی روند اگر ما هزارم اپراسیون هم عملیاتی متماتیکیشه یا که 10,000 چه 1 میلیونش نمیدونیم اون الگوریتم در میزنه. یعنی به حساب همین 1 با 2 3 و 4 حساب کرده رفتن الگوریتم همون نقطه معین شه که ما اگر گپ زدیم حساب کتاب کنیم
اگر میزن دکتری با ما خیلی مهمه. ولی در همونجا اگر ما دقت بتیم در پایان هر یک معاینه و تشخیص نوشته شده که یعنی که خلاصه ما این نمیتواند تشخیص باشد، دیاگنوز باشد و دکتر دیاگنوز میماند. برای همین بیشتر به همون طبیبانی که در توشون خیلی بیشترن، چون که پشت ملت ما مثلا از سینا آمده است، گفته شاعر بوی سینا میکنن، یعنی که و مردم ما طبیب میجاز هستن. همین حساب ما باید همین دکتری چنین به کسی که اندیشه دکتری دارد گم نکنیم. ولی به هر حال امروز چنین است که خودی حتی مردم هم طلب میکنن که این تحلیل یا اون تحلیل از دکتر طلب میکنن. ما میخواهیم که سخنان خودشد میگیم که تصدیق کنیم و برای همین میرم اینه که طلبات زمان همین خیلی است. و البته معلومه که امروز ما میبینیم و از روی حکمت همه ریسک روزی ما میدونیم بگوییم که خداوند هر انسان بسنده ریسک میتید، ولی تقسیمات ریسک مثلا نادرست است. یعنی که اون چیزی که با انسان میآید و او در کجا صرفش میکنه. مثلا البته باید درآمدی که انسان دارد برای آموزش مکتب و کار و مثلا طبابت و دیگر چیزهای آبادانی و غذا و اقتصادیات و بسیار سختی صرف میشه. البته نه خیلی مثال یاد میگیریم، میگن مثلا شکایت میکنن هر مسئله نارسایی مبلغی که ما امروز برای همین به بلاگران مراجعت کردیم. کسانی که امکان دارد هستند، کسانی پیش ما میگن که کم گزارتن. البته ما اونا را در گل خود نمیرونیم، یاردم میکنیم، کمک میکنیم، لیکن برای که پرره و درست توابت گرفتنشون خوب میشد که مثلا یاردم میکردن در همین مسئله کمکشون میکردن که ما بتوانیم با اونا مثلا کمکی دکتری خودمون برسانیم، خوب و درست و نست و زندگی باز برگردد. ما میبینیم وقتی که مراجعت میکنن البته مشکلات های مالی هستن، ولی در دست فرزندش میبینیم که هنوز اولی مکتب خانه آیفون مدل آخران هست. پرومکسش ادنا پرومکس که مثلا تاگی 20,000 سومون میشه. یعنی که این نشان داده اون است که البته جوانان طلب دارن به این نمیشه، لیکن به هر مبلغ زیادی مثلا گیریم اگر به حساب میانه اگر 2,000 3,000 ماهانه گیرد یک سال ماهانه‌ش همون صرف میکنن. خیلی این درست است، این نقض است. ولی به هر حال ما همین باید درک کنیم که امروز تقسیمات درست از اون جمله به سمت سلامتی را روانه بسازن که ما درست‌تر میتونیم با اون کمک برسونیم. متاسفانه اون دولتی بود شوروی، اون دولت از بین رفت. برای شکرانه که ما امروز دولت سوسیالیسم داریم که هنوز آدمگری و انسانگری گم نشده است. هنوز دولت یعنی دولت ما نه باشد که لیکن دولت خلقی دستگیری خلقی مراجعت مردم رو میفهمند، چی به وزارت مراجعت میکنن، چی به مقامات مراجعت میکنن، مردم رو گویم که دستیاری و همون امکاناتی که هست دراز میکنن. ولی از خودی آدم هم وابسته است که مثلا سلامتی خود بر وقت حرفش کنن، چون که بر وقت توبت کردن ارزان و آسانه. امکانات هست که به کمک خوب رسان، یعنی که تا اون درجه مشکلی نرود که مثلا طلبات عملیات‌های کلان و قیمتی مثلا دکتری لازم میشه. مسئله دیگه مسئله کاری، یعنی میگن من وقت ندارم کار دست خوب درست، لیکن وقتی که انسان سلامتی از دست داد از کار میرود. این یک. دویم انسان بیمار اینه و راهبران و کسانی که مثلا کارخانه ها دارن که جاهایی که اداره میکنن یا که در اونجا ماموریت دارن بدونن که آدمی که بیمار است همه وقت صفت کارش پسته، همه وقت یک که تا 60 تا 70% اگر بتوند خوبای کاریش دادن بسیارش در بیماری میرن. برای همین خوب میشه که از طرف کارخانه ها برای این مساعدت کنن تا اونها رو چکار کنن و کار روانه سازن و کار بفرستن یا شرایط توابت بتین برای اونها. تیبی مسئله
سقوطی را هم جاری کنه. کارخانه‌های بسیار خوب میشه. خیلی کوشش ها هست از طرف وزارت تندرستی اجتماعی جمهوری ترکستان که تیبی سقوطی را تستر وارد کنه. ولی به هر حال باید همون رهبر هم باید که مثلا من وقتی کاری یعنی که هست برای من برای طبابت وقت جدا کنید، البته جدا میکنم، برای که برای کارگرها یعنی که برای رهبرها کارگر خوب لازم است که صفت کاریش بلند باشه. و مسئله دیگر البته بعضا چنین است که آدمان در درونشان جنجال دارن، فنوتریکلیش مثل کنفلیکت، جنجالی بین شخصی، و این سبب هم میشه که انسان ها گویا خودشان نکردن جزا میدهن و برای همین فکر میکنن که همین قضیه شاید سبب میشه. یکم خودش باید بخشد، یکم انسان باید خودش بخشد تا که از طرف خدا بخشیده شود، بخشیده تواند. و مسئله دیگر که میگویند که این دنیا از ما نیست، برای مردم بارن خیلی در سرشون تلقین کردن که گریه هستن، که دنیا از ما نیست، دنیا ما آن است، ولی فراموش نسازیم که کشتی آن دنیا این دنیا است. از عملهای همین دنیا انسان در اونجا مکافاتش میگیره. برای همین خوب که زندگی را مثلا در دست داشتن نکر، البته دیله و یار سپریدن نکر، توی که ما بدونیم که همین مسئله میگذرد و مردی روی کلبه ویران و بس است، این دنیا از ما نیست، سنگی وزمین آب نمیبرد، سر خانه شمشیر نمیبرد. همین چیزایی بود که خیلی از رسولها ملت ما که در زیر فشارهای گوناگون که بود، امروز زمانی آمده است که البته برای اینکه حقوق، چون که حتی در سیاست دولتی ما هست معرفت حقوقی، یعنی که رعایت کردن و اجرا کردن و برای سلامتی خود مثلا کوشش کردن نکرد که ما رو برقرار ساخت و سبک و آسان. و این چیزی که ما امروز پیشنهاد کردیم که در برابر مشق‌های جسمی، مشق‌های احساسی، تمرین‌های مثلا عقل و مکتب و دانشگاه و بیمارخانه، ما امروز مشق‌های روانی را پیشنهاد کردیم تا اراده انسان مستحکم شود، تا اینکه خود انسان در صحت شویش پورا اشتراک کند و همون محور اساسی شخصیت خود رو دریابد که اینو مشق‌های روانی توجیه. سلامت باشید.